$10,000 چکار میکرده ای خوندگی ما؟ اگر که حقیقت داشته باشه شاید که اینجا یک بازی رژیم هم باشه، بازی رژیم، چون که این ملت ها گفتم که در همه راه های پستی تله میکنه رژیم. شما دیدین که چندین بار با عملهای تروریستی مردم خودش متهم میکنن. امیر رحمانو خودش میگیره دختران میبره در دبی میفروشه، در ترکیه، در عربستان میته. نمی رژیم رسما حکومتی، نه اینکه یک شب اولشون میته، یک عمره میتشون، اما جسم بدنش پال میبخشه به شیخ عرب و به دیگر شهروندای خارجی. همین رژیم میکنه. خب $10,000 در کار بوده ای خانگی من قرضدار به دستم. اگر که یک مثال بیارم، کارمندانی گمرک میگیم نفرش که 2 سال پیش 2018 بود، بله ماه ایون رسانه ها را گفتی گپا ترک کن، شهباز رجب علی یک کارمندی گمرک 3 ماشین دخانه چند صد هزار دلار میتونست که همین دختر همین کارش نمیکرده، یک مراجعت میکرد. اگر که شوهرش میفوره، ما یک مراجعت یک پیشنهاد میکنم هر دختری که شوهرش میفوره هوسی شو کردن داره و پیشنهاد کنه اگر با نوار، منظور نواره با نوار ایزو میکشه شرم میکنه، میتونه تاریخ خطی عکس هم نمونه، تاریخ خطی وزی زیاد نفرا علیکه سعید دوران یا که خودش هم نداشته باشه یک برادرش دوره پیشنهاد کنه که ما دختر تمام خاراکتریستیکش بگه نمیخواد دختر سالم نمی قدره شوهر میخوام. گناه نیست یک نفری که رسما یک بلوخت نجات میده ایو که یک شبخت میفروشی $10,000. من یاد دارم یک 6 سال پیش این حادثه خیلی حادثه را با چشمام دیدم که یک مادر در مسکو در دختر خودش $3,000 دفروخت یک شبه. دخترش بعد عمل حرامش 1 سال پس رفت تاجیکستان، هم خیلی تنفروش میگشت در تاجیکستان هم تنفروشی میکرد. اوش دم خبرم هست، یعنی که میدونم در تاجیکستان همون 5 سال پیش 6 سال پیش 2013 و 14 مادر دخترش در همین مسکو داد $3,000 ده به تاجیک یک شبه. مادر خودش، شما میفهمید مادر چیه؟ نفری که همون کودک به دنیا میاره دختر یا 19 ساله بود یا 20 ساله بود. انا یا رسمی نبود. شما ببینید که این کاری که رسمی شد غیر رسمی میدونید چند قدره. غیر رسمی که گفتم که پیشتر میترسن که با جوابگری میکشنشون که میکشنشون قایل نمیشون، یا که بعضی شاید که ای شرم حیاشون نگه. زیاد دخترها یا که همشهرها هموطنای ما و شما مورد نمخه تجاوز قرار بگیرن و این نفری که $10,000 یک شبه خچه به فروش مونده پیشنهاد میگم که باید یک اعلان میکرد، شاید نفر پیدا میشید که همون را میگرفت بزنی، شاید نفر پیدا میشید. گفتم که همون شهباز یک کارمند گمرک خودش $200,000 داشت که با قانونی که با همون گفته رحمانوف اونا 2017 6 نفر کارمندانی تماجنی را کارمندان تماج در قبیدن 6 نفر چی بود؟ یکتش خیرزاده، یکتش اینایتزاده بود که بود با تونها طلا قبیدنشون، میلیون ها پدان ها دلار ایورو. اما نمیتونست که $10,000 ببرو رمی دختر بتا میتونست یا که این رحمانوفا نمیتونن که یک دختره اگر که رسما اعلام میکرد که من بهم خیلی مصیبت گرفتارم، اعلام نمیکرد که من اگر که شرط نمیمون که من نتین من این کارو میکنم، همین کمک میکنین مده که من همین قرض بتم، یا که شوهرش میفورد میگفت من شوهر میکنم. همین رسما میگفت گناه نیست. انا این کارش گناهه به آبروگی این میای این کارش میدونه که چند قدر آبروی تاجیکستان رو پس میکنه. یک بیچاره ورزشگر میره جانکنی میکنه آبروی تاجیکستان رو میبرداره و بعد
صورت رحمانوف در فوتبالکش میمونه، میگه تاجیکستان با پیش ما قهرمانی ما به رحمانوف بخشیدم، یعنی که آبروی تاجیکستان رو میبرداره با گفتی خودش. نه میبینی که این بیچاره میفرورش. اگر که این حادثه با میگم که درست باشه، این دختر شهوتران نباشه. شهوتران یعنی که بعضی هسته با $10,000 چی خونه خریده میتونه نمیتونه. خب اگر زمین شاید بخره، شاید که فکرش در ماشین باشه، همین $10,000 او میگن که سون چرکی دسته، همین یک مدت کو بعضی شاید رسولش کنن. رحمانوف شاید که 10 روز $10,000 از خود کنن، تمامش یا یک وزیرش 10 روز یک چوخری و یک عبیدی و شاید که $1,000-2,000 باشه. یک کنیک رحمانوف $10,000، یک شیشه عرقش. ببینه انا گفتم کو وقتی کودک تجاوز میشوه، بجاوگری کشیده نمیشوه، رقصه در بغل بچه ها و مسافده فر میگرده تا میخره، بجاوگری کشیده نمیشوه، دیگه این دختر هم میبینه میگه هیچ کنه میکنه این آزادی خدمت تاجیکستان دولت دموکراتیه. در این حالت ها هم خیلی میگن قانونی را من نکرده، قانون بازی جوابگری و جنایت جزا تعیین نکرده بگیریم بکنیمش چی قینه برای همه کار تعیین کرده تو نیست که یک مسکه برای سلامتی هر یک نفر باید بکنه. شما در حال گرفتین دل سوزانه گرفتین ای 90 تا 180 سومون تو نیست که همین هم بگیرین رقصه را، سراینده را، حجمنگار را، نمیدونم معلم، هر یک تیمی که بی‌معنی و بی‌ترتیبی و بد اخلاقی میکنه را بگیرین به جوابگری بکشین. خینه خب این دختر اگر که $10,000 در احتیاج داشته باشه باید این کار نمیکرد. حتی نگاه کنید گفته پدر مادر و قرض داره اویلمون، او چه خیلی پدر مادر بوده ایره اجازه داده، او چه خیلی برادرش بوده ایره اجازه داده. یا خش تباره نگاه کنید شهر دوشنبه نمیدونم اون کدوم کوچه‌اش اون محله رئیس محله جمع کنم اون محله را مردم شام دوما برین در پیش خونش بگین ای بابدون تو آبروی همین محله را ریزوندی. آبروی دوشنبه پایتخت میگه که بهترین پارچه روی زمینه، آبروی دوشنبه را ریزوند. تاجیکستان یا دوشنبه نیست، آبروی تاجیکستان را ریزوند. اما ای میگه که نمو مخلصای رحمانوف میگن که دوشنبه بهترین شهر روی دنیاه. باید نمو محله میرفت انمی دختر همین کارش میگردون ولی هم وقته اما الکن دیگه پاند شد و این دختری تنفروش باز دوباره تکرار میکنم که محکومش میکنم این کارش جایز نیست. و اما شما اگرچه اولین باره که رسما میشنویم این اولی کاره نمیره رحمانوف میتونه سیرش بگیره میتونه اما پروانه داره این کار اگر که خیلی رفتن بگیره فردا با یک نفر دیگه پیدا میشه که با اخچه نامزدی شه در هم خیلی تنفروشی میمونه. بعد خارجی میگیره $10,000 چه بوده؟ 10 تا $10,000 میگیره میبره وطن خودش، یا که یک شوده 10 تا $10,000 میخره. سومی چی نیست، سوم دشمن انسان میشه از زیادی وقتا فراموش نکنید. با اون سوم تو هیچ کار تابوت کنه نمیتونی. فراموش نکنید بغیر از گناه کردن شرمنده کردن خودت آبروی محله و خشتبار و ملتت میریزونی. شد میفوره این ما وعده میتونم که نامرتبطه مرا نته رحمانوف بته فراموش کنم 2016 26 ایون دا چی گفته بود یک دختر ولایتی بدخشان نیست یکون زنگ میزدگی نامرتبطه گفت من میتونم ای پگه زنگ تلفن تمام گفت در حالتی مستی چی گفت $10,000. گفتم که پیشترک همه زن خودش آوازش هم حرامه وقتی که بشنوه مردی بگونه به ضرورت صورت چهرهش هم اکه با چی برسه با او تانشه با چی برسه خچه در اختیار یک این کاره نگاه کنین ما اکه بگیم دلیل نداره میرم آشکار بگم همه خیلی تجاوز زیاد همه حکمت دارو میکنن زیاد همه منصب دارو میکنن یعنی تجاوز ایکو میکنن نه که پول میتن که خبکای جودا نگو همین دختر نمیشید که او قدر کثافتی او قدر برهی یک حکمتی را میگفتی ترا $10,000 میداد
شاید قطعی خوب هم میکرد. اگر ناموس میداشت خوب نمیکرد. میگفت این سوما بگی من قطعی هم خوب نمیشم. او میگم کو پیشتر گفتم ای همون چی سرچشمه میگیره وقتی که راهبر فاسد شد زینوکو و فاحشه‌کار شد دیگه این همین مردم پیرو همو های او میگن که پیرو پیشوای ملتی ای دنبال همو میروند. این کار ما محکوم میکنم. این کار تماما درست نیست. اجازت نیست. یک دختر ببروه رسما تنفروشیش در خارجی ها پیشنهاد کنه. این $10,000 با میگه سومی کلان نیست در خارجی ها. پیامبر ما شما یک حدیث بسیار خوب و عالی و یک منطقی داره که میگه که کمبغل با کفر نزدیکه. کمبغل با کفر نزدیکه. یا که خیلی مردم ما میگن که کمبغلی با کفر میبره کو انم تریش دیگه. بعضیاش دین شفروخته من تا چند تا شای پیش دیدگیم. ای پیش دیدگیم که خودم گفتم ما هر ماه $50 میگیریم یک امضا روزی جمع میریم در همون کلیسا میکنیم. در همین شهر دوشنبه. انا میخواد کمبغلی با کفر میبره انا میای کمبغلی با زنا میبره کمبغلی با دزدی میبره کمبغلی با انا خیلی فحش و با انا خیلی فساد میبره و انا میره سرچشمش نه تنها رحمان و فضل انا می مردم خچم هست خودشم مردم گناهگار به مسئولیتی میگیم که اینا میای مسئولیت شناس نیسته نمیفهمی که ما باید که این بلاها را از سر خودمون دور کنیم میگم که در دنیا هم جواب میتیم در دنیا هم شما فکر میکنین که ما یه روز میبریم این نماز خلیقتی نمیشه و عذاب خدا نجات بیاوی ای سوال جواب با این نماز خلی نجات نمیاوی یا که خب حج رفتی او یک قرض یا که یک مسئولیت شخصی خودت بود نماز بخونی او مسئولیت شخصی تای این مسئولیت اجتماعی هست. ما یک آیتی داریم درباره مسلمان برادر مسلمان ها اینما المؤمنون اخوه سوره حجرات مسلمان برادر مسلمان ها یا که حق مسلمان بر مسلمان 5 تا این یک حدیث و آیت گپای بزرگوار ما هم قدر زیاد داریم که اینا نگاه که یک نفر زندان میکنن برای چی؟ یک کمبغل کمک کرده زندانش میکنن یک جوان یک کمبغل کمک میکنه او را تعریف میکنن نبیره رحمانوف شما چه خیلی فهمیدید یک جوان یک کمبغل کمک میکنن 5 سال زندانش میکنن یک جوان دیگه یک کمبغل کمک میکنه او را تعریف بالا بالا میبرن که بهترین نبیره رحمانوف صاحبکار تاجر پولدار خیر کرد یک نفر خونه داد یک نفر پول داد یا که خوراک داد یا که نان داد چی فرق داره؟ هر دوش جوانه گفتم که مسافر حق نداره که جوان یا که مسافر زندان کنه اما این مسافر امگانی رحمانوف هست ولی ما میگم که رحمانوف زندان کنه بعضی شک میکنه زندانش کن در کن 90 ساله کشید باید که 90 سال دیگه زندانش کنه می رحمانم 90 ساله شد 90 سال دیگه باید زندانش کنه خدا 1000 سال دیگه عمر بینه اما در زندان عمرش بگذرونه اگرچه گناهش روشته نمیشه با 1000 سال یکو کنه یک مسافر در برد زندان کرد ایتاری چند تا مسافر خوب گفتم که برد زندان کرد با میکشد در زندان ما شما با هم به مسئولیتی تماشا میکنیم اگر هر یک تایم شما گپ زنیم در جمع سخن میخوام به آخر برسونم هر یک تایم شما اگر مسئولیتیمون رو حس کنیم هر یک تایم شما اگر گپ زنیم گفتم پیشتر که نوشتن گپ زدن یا که یک کاری که در حضور یا که میگیم که در ریال انجام داده بتونیم بهترینه و باید ما بکنیم به مسئولیتی با میگم که ما شما را ای بلا ای آخرت نجات نمیده هر یک تایم ما شما آرزو داریم که در این دنیا بهترین شخص یا که زندگی خوب داشته باشیم در قیامت هم با سر بلند در پیش خداوند حاضر شیم یا که بهشت جاویدان بریم هر یک ما شما آرزو داریم یا نه؟ بله داریم اما بهترین مسئله چی وقت خفا میمونیم